وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 13 اپریل در سامانه‌اش از آشکار شدن دزدی بیش از 40,000 دلار از یک مغازه در ناحیه فرخار و بازداشت دو گمانبر خبر داد. یکی از گمانبران 18 و دومی همگی 17 سال دارند. بنا به گزارش افق قادریان، پدپلکاونیک میلیسیا و سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت قتلان، کارمندان شعبه میلیسیا ناحیه فرخار در اساس عریضه ساکن ناحیه مذکور عاید از جانب شخصان نامعلوم دزدیدن بیش از 40,000 دلارش به تفتیش این قضیه پرداخته، ضمن پیشبرد کارهای اپراتیوی جستجویی دو نفر از دهه دهقان‌آباد را با گمان دست داشتن در این دزدی دستگیر کردند. دستگیر شده ها رحمتوف بختیار سال تولدش 2004 و فیض‌الله زاده فردوس سال تولدش 2005 ساکنان دهه دهقان‌آباد ناحیه فرخار می باشند. بنا به گزارش افق قادریان، در رفت تفتیشات معین کرده شد که این دو نفر شب 15 مارس سال روان با مصلحت پیشکی که مقصدشان دزدی مال و ملک اشیاء مغازه شهروند گلف خالنظر ساکن ناحیه فرخار بود راه به جانب خانه صاحب ملک میگیرند. نامبردگان از نبودن آدمان گرد و اطراف استفاده نموده وارد سن اولیه شهروند گلف خالنظر گشته از آنجا با یک عدد آهن دراز شکل گرفته قلف در مغازش را شکسته غیر قانونی وارد میگردند. سپس از داخل مغازه به مقدار 200 سامانی تنگه های آهنین، 15,000 سامانی، 40,150 دلار ایالات متحده آمریکا و یک عدد تلفن موبیلی تمغه نوکیا را که ارزشش 150 سامانی می باشد تصرف نموده از جای حادثه غیب میزنند که با این کردار جنایتکارانه‌شان به جبر دیده به مبلغ 690,000 سامانی ضرر مخصوصاً کلان میرسانند. در شعبه تفتیشاتی میلیسیا ناحیه فرخار نسبت به این دو گمانبر بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. این بند قانون برای دزدی همچون جزا از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند، ولی جزا برای آنهایی که به سن 18 نرسیدند نسبتاً سبکتر است.